10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3، 2. یک فیلم زیبای مستند با حضور این بازیگرهای رنگی. چله‌چخته در دریا. این ماهی ها برای پیدا کردن چوب به دریای بالا رفتند و اینها هم تقلی‌اند که جای چوب ها را آماده کنند تا مراسم چله‌چخته انجام بدهند. این ماهی آغز قرمز هم باباش زده همه جاش کبود کرده و گفته وای به حال ترقه بازی کنی پدرت در میارم. بچه‌ها شما اینجا رو درست کنین، من برم از همسادن نفت بگیرم. زود آمدم. برو زودم برگرد، زیادم حرف نزن. ای درد بی درمان، خجالت بکش با این هیکلت. ای بابا این اصلش قابل نیستم. من برم از خانه نارنجک بیارم. این همبرگر ماهی هم که سرما خورده صبح تا شب عطسه میکنه. این هندوانه ماهی میخواد اینجا ترقه بندازه. آی به بابات میگم. من تو فضولی بری بگی منم شیشه خانه تا رو مسکم. حالا وایسا. باشه نمیگم. این هم تنبک ماهی. خسته شدم از آواز خوندی. من دیگه طاقت این زندگی رو ندارم. میرم خونه بابا. کجا میدی خانم جان؟ ببین من قصد دخالت ندارم ولی خانومت راست میگه. اینا رو نگاه، مردم گرفتن خوابیدن. آها اینم نگاه گرفته خوابیده، توی سر صدا میکنی. این هم بیعقل ماهیه که زیر آب دریا همش توی پشه بند میخوابه. بیعقل. و اما بحث چهارشنبه سوری و چله‌چخته دریایی، اینها همه کارگاه های غیر مجاز ساخت ترقه هست که همه رو گرفتن تعطیل کردن و صاحباش هم دارن کچل میکنن. اینها نگاه موهاشون ریخت. این آدم ها اومدن زیر آب دریا تا از ترقه های زیر دریا استفاده کنند. انواع مختلف ترقه های دریایی رو براتون نام میبرم. ترقه، تیریقا، تیراقوی، ترقون، تیریقیش و ترقرقه. این 2 نفر اوتتراف هم دیشب از خونشون فرار کردن و برای انجام مراسم چله‌چخته دریایی به زیر آبها اومدن. هر جا که میرن آتیش روشن میکنن. الان هم جلوی خونه مردم آتیش روشن کردن. آی خانه خمیر، چرا خونه مردم را آتیش میزنی؟ دم عیدی مگه مردم بیکارن؟ آی خونه مردم را آتیش زدن. همین 2 نفر پارسال هم جنگل گلستان را آتیش کشیدن. دیروزم توپتون افتاده بود توی حیاط ما، گلا رو خراب کردین. بعدم میگین که چرا به ما میگن درجه تک. نگاه نکن بیادب. یک نفر به زنگ بزنه به آتش نشانی، اینها دریا رو دارن به آتیش میکشن. آقا من دارم میسوزم، برم بیرون ببینم هوا چطوره. این خانم که اینجا هست داره با میکروسکوپ به میکروب های نگاه میکنه که برای مراسم چهارشنبه سوری جشن و پایکوبی میکنن. احتمالاً الان اونها هم آتیش روشن کردن. بله نگاه کنید، آتیش روشن کردن و بعضیاشون شکل پفک شدن. پفک هم خیلی سرطان‌زاست، نخورید. این 2 نفر دریا را آتیش کشیدن، همه جا رو دود برداشته، دیگه دریا نمونده برامون. این ماکارونی دریایی هست که الان ته گرفته، تدیگش هم سوخت. شخصیت های این فیلم ساختگی بودند. لطفاً کسی به خودش نگیرد. خب